سلام و درود به شما دوستان عزیزم. من نورین هستم، تاروتخوان شما، و امروز میخوایم با هم دیگه یک سفر بریم به ذهن کیس احساسی شما، ببینیم تو سرش چه خبره، چی میگذره، به چی داره فکر میکنه. پس لطف کنید نیت کنید، تمرکز کنید و چهرش رو تصور کنید و از فرشتگان مقرب الهی، رازیل مقرب، شامیوئل مقرب درخواست میکنیم تا انرژی های الهیشون رو بر این کارت های تاروت ما جاری کنند و به ما کمک کنند تا از طریق این کارت ها بتونیم متوجه بشیم توی ذهن کیس احساسی شما چه خبره. طبق روال همیشه مانتراتون رو حتما مکتوب کنید و بنویسید من بیدارم و آماده دریافت حقایق هستم. سعی کنید به بهترین شکل ممکن همسویی و همفرکانسیتون رو به کارت های تاروت انجام بدید. اگر چنل رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، با فشردن لایک برای تاروت اعلام حضور کنید و بریم ببینیم که توی ذهنش چه خبره. اسمش رو توی ذهنتون صدا بزنید بچه ها، چهرش رو تصور کنید، بتونید کاملا باهاش لینک بشید و ارتباط بگیرید. خب ما اینجا با ذهن یک شخصی طرف هستیم که به شدت شلوغ ذهنش و تحت فشار هست، افکار تحت فشاری داره، انگار که خیلی تو ذهنش داره به هزاران چیز فکر میکنه و اما این شخص به شدت آدم درونگرایی، آدمی هستش که اصلا دوست نداره که حتی همین الان ما هم بتونیم از طریق این کارتا وارد ذهنش بشیم. دائم در حال پنهان کردن احساساتشه و الان در حال حاضر که ما این ریدینگ رو داریم انجام میدیم این شخص انگار داره به هزاران چیز فکر میکنه، یک ذهنیت شلوغی که خیلی هم داره سعی میکنه که خودش رو آروم جلوه بده، خودش رو خیلی ریلکس جلوه بده و اصلا نشون نده که توی همچین وضعیتیه. یک ناراحتی ممکنه بین شما به وجود اومده بوده، یه عده‌ای از شماها شاید حتی با همدیگه یک جر و بحث بدم کردید یا فاصله و دوری و کات شدنی بینتون ممکنه اتفاق افتاده باشه که توی این ذهن این شخص انگار که حالا اون کلماتی اگر بینتون رد و بدل شده که باعث دلشکستگی شده یا اون بحثی که بینتون اتفاق افتاده، جر و بحثی که ممکنه بینتون اتفاق افتاده باشه، الان در حال حاضر خیلی ذهن این شخص رو درگیر کرده. یا اگر توی رابطه هستید با این آدم در حال حاضر، خیلی شاید آدمیه که زیاد داد میکشه یا زیاد دنبال دعوا کردن، دنبال اینه که از کاه کو بسازه یا مدام بخواد با شما بحث بکنه. به شدت تحت فشار میبینم این آدم رو، یعنی به غیر از شما شاید مشکلات دیگه هم توی زندگی این شخص هست که این شخص رو یک جورایی میبینید به شکل آدم ناامیدی که نشسته و نسبت به همه چیز انگار امیدش رو از دست داده، توی ذهنش فقط افکار منفی ممکنه داره میگذره. برای یه عدت ممکنه که این آدم حتی از شما یک پنهانکاری داشته، یک چیزی رو از شما پنهان کرده بوده یا حتی همین الان در حال حاضر هم ممکنه که توی ذهنش خیلی داره فکر میکنه به اون موضوعی که از شما پنهانش کرده. شاید ترس اینو داره که شما بفهمید و یا شاید شما فهمیدید و الان این درگیری فکری و نگرانی و ناامید شدنش به خاطر همین مسئله است. برای یه عدتون بچه‌ها ریدینگ جنرال، اون قسمت که به خودتون مربوط میشه رو لطفا برداشت کنید. ممکنه که این شخصی که من میبینم جلوی شما یک رسوایی داشته، یک جر و بحث و دعوایی بین شما به وجود اومده و الان ناامید از این که بخواد دیگه شما رو داشته باشه، ناامید از این که دیگه رابطه بخواد درست بشه به خاطر اینکه این پنهانکاریش لو رفته. اما در صورتی که هنوز امیدی برای این رابطه انگار وجود داره، اما این آدم شاید خودش رو باخته، یعنی یک جورایی اصلا
مثل حالت کسی که دیگه خیلی دلی نبسته که بخواد حالا این رابطه درست بشه. کلا شخصیت پنهانکاری داره، حالا چه روی مسائل زندگی شخصی خودش چه تو مسائل کاریش. خیلی خوشش نمیاد کسی سر از کارش در بیاره و الان هم یک سری افکاری توی ذهنش داره که این افکار رو داره از بقیه پنهان میکنه یک جورایی. توی ذهنش این شخص داره به یک دیدار، به یک گفتگو کردن، به یک آشتی کردن فکر میکنه. اگر شما توی یک رابطه کات شده هستید و روی رابطه کات شدهتون نیت کردید، ذهن این شخص قلبا میدونید آدم مهربونیه، یعنی ذات بدی نداره و الان خیلی داره فکر میکنه به اینکه بخواد یک دیداری با شما داشته باشه یا بخواد بیاد حرف بزنه و از این تحت فشار بودنش صحبت بکنه و بگه که حالا اون حس وفاداری رو نسبت به شما داره. این آدم علاقه نسبت به شما داره و به خاطر علاقه شدیدی که به شما داره الان روی رابطهش با شما خیلی ذهنش درگیره و ناامیده، انگار خیلی تحت فشار، انگار کمرش، حتی اینجوری مثال براتون بزنم، خم شده. به فکر این که بخواد یک دیدار داشته باشه، با شما صحبت بکنه هست. یه عدتون ممکنه متأهل باشید، حالا بینتون فرزند باشه، خیلی به فرزندش داره فکر میکنه یا خیلی نگرانی فرزند داره و یا حتی ممکنه حالا طرفتون از زندگی قبلیش یک فرزندی داره، یک مقدار نگرانی برای فرزند رو هم دارم برای این شخص میبینم. این آدم خیلی به گذشتهش فکر میکنه، به خاطراتش با شما ممکنه خیلی فکر میکنه. اگه شما یک رابطه‌ای داشتید که این رابطه طولانی مدت بوده، یک تایم طولانی شما دو نفر با هم بودید، این شخص انگار که دائم به گذشته متصله، یعنی هی داره به اون خاطراتی که با هم گذروندید، حرفایی که با هم زده بودید فکر میکنه، نمیتونه دل بکنه از زندگی گذشتهش. یا اینکه اگر شما روی این شخص کراش زدید و یا تازه باش وارد رابطه شدید، بدونید و آگاه باشید که این شخص یک گذشته‌ای داشته که هنوز به اون گذشتهش متصل. از نظر ذهنی، ذهن این شخص به سمت گذشته انگار خیلی برمیگرده، خیلی بک میزنه به سمت گذشتهش. گفتم آدمی هم هستش که ممکنه خیلی اهل دعوا و بگو مگو باشه، یعنی همش یا داره با صدای بلند صحبت میکنه یا اینکه کلا کوچیکترین چیزی ممکنه این آدم رو عصبی کنه و به هم بریزه. یک جورایی حالت صبرش رو داره نشون میده، انگار نشسته و منتظره که ببینه حالا اوضاع و شرایط به چه سمتی قراره پیش بره. حتی ممکنه توی خانواده این آدم یک سری مشکلاتی داشته، توی ذهنش یک پیشنهاد دادن رو دارم میبینم، بخواد که یک نور امیدی رو توی این رابطه برگردونه با وجود فشارهایی که داره، اما میبینید انگار همچنان امید داره و دوست داره که این رابطه بخواد اون نور بهش برگرده، اون خوشحالی به این رابطه برگرده. حالا چه توی رابطه باشید بخواد یک سری مسائل رو درست کنه یا اینکه کات باشید بخواد بازگشت داشته باشه. اما این آدم خیلی دل شکسته است، یا شما ایشون رو ناراحت کردید، حالا دو حالت بیشتر نداره، که این دادش در اومده، اعصابش خورد شده و دل شکسته شده، اما ته دلش به خاطر علاقه‌ای که داره هنوز امید داره روی این رابطه، یا اینکه خودش یه کاری کرده، یه حرکتی زده که یک مقدار باعث دل شکستگی دو طرف شده، ولی خودش هم خیلی حال جالبی نمیبینم داشته باشه و توی ذهنش انگار هی داره مرور میکنه، هم داره خاطرات رو مرور میکنه، هم اگه بحث و دعوای بینتون پیش اومده هی داره مرورش میکنه. یک موضوعی رو این شخص داره از ما هم حتی پنهان میکنه، یعنی از منی هم که الان دارم این ریدینگ رو انجام میدم داره پنهان میکنه، دوست نداره بفهمید مثلا چی کار داره میکنه. یا الان کارت بکشم ببینم چی داره پنهان میکنه اصلا. طرف احساسی چی داره پنهان میکنه اینجوری؟ اوه. ببینید طرف احساسی شما برای یه عدتون ممکنه که یه کار منفی داره انجام میده. این کار منفی میتونه اعتیاد باشه، حالا اعتیاد رفتاری، اعتیاد به سکس، اعتیاد به مواد مخدره. یک عادت بدی داره که خیلی نمیخواد که بقیه یا حالا حتی شما متوجه این عادتش بشید. حتی ممکنه که شما متوجه شده باشید و یک بحثی بینتون در گرفته باشه. برای یه عدتون ممکنه که طرفتون یه چند تا آپشن دیگه هم به سلامتی داره توی آب نمک گذاشته و این موضوع رو نمیخواد شما بفهمید. حالا مثلا از یه شخص دیگه هم ممکنه حالا یه جورایی چراغ سبزی دیده، بخواد مثلا ببخشید پیشنهادی بده به یک شخص دیگه یا داده باشه و منتظر باشه که ببینه حالا اون آدم مثلا به این راه میده، جوابشو میده. ببینید جنرال من دارم تمام ابعادشو براتون بررسی میکنم میگم،
اما چیزی که من اینجا میبینم یک موضوع منفی رو داره از شما پنهان میکنه، بیشتر میخوره به مسائلی که مثلا یک عادت منفی داشته باشه، یک اعتیادی داشته باشه. روی مسائل مالیش هم یک سری پنهانکاری داره. یعنی ممکنه که این آدم وضع مالی خوبی داشته باشه، پول داشته باشه، اما هی دائم جلوی شما غر زده گفته من پول ندارم، وضع مالیم خرابه، نمیدونم مشکل دارم. حالا اگر خانم بوده هی سعی داشته با گفتن غر زدن راجع به مسائل مالیش بخواد از شما کمک مالی بگیره، یا اینکه اگر آقا هست خواسته یه جورایی یعنی پول نده به شما، یا مثلا نیازهای شما رو برطرف نکرده روی مسائل مالی و بهونه‌ش هم این بوده که فعلا اوضاع مالیم خرابه. این آدم یه مورد منکراتی داشته، این یه مورد منکراتی داشته که پنهانش کرده از شما، یا فهمیدید دعواتون شده، یا الان از ترس اینکه شما بفهمید خیلی استرس گرفته. یک جورایی حتی از اینکه شما رفته باشید، چون شما رو شانس زندگیش میدیده، وابستگی نسبت به شما داره، و از اینکه یک دفعه نکنه شما کاملا برید تموم بشه این رابطه و اون اینجا تنها بمونم، خیلی ترس داره، از این موضوع هم میترسه. به خاطر همین خیلی دو دله بخواد انتخاب کنه. حالا اگر مورد دیگه ای هم داره، توی انتخاب کردن بین اون شخص و شما دو دله و بیشتر به سمت شما انگار داره فکر میکنه، چون میدونه که وابستگی داره و نمیتونه دل بکنه. به خصوص اگر این شخص سن بین مثلا میتونم بگم 20-25 سال تا زیر 45 سال داره، چون خیلی جوون دارم میبینمش. میتونه چهره زاویه داری هم داشته باشه، ابروهای پری میتونه داشته باشه. برای یه عدتون حتی ممکنه یک خال روی صورت طرف مقابلتون باشه. اگه این مشخصات رو داره و مخصوصا خال داره، حالا یا عینک داره یا خال داره، یک چیزی روی صورتش هست، یا مثلا از این ریشایی که زیر لبشون آقایون میذارن، اگر که از این مشخصات رو داره، احتمال این که مثلا به یه نفر دیگه هم داره فکر میکنه اما به خاطر وابستگیش به شما مثلا سمت اون شخص نرفته، یا هنوز وایساده دو دل و مردده، خیلی زیاده. ولی از نظر مالی هم یک کوچولو آدم زرنگه و میخواد زرنگ بازی براتون در بیاره. خب ببینیم دیگه تو ذهنش چه خبره. تا اینجا فهمیدیم که هم میخواد آشتی کنه، هم وابسته است، هم اعصابش خورده، هم پنهانکاری داره میکنه. دیگه چی تو ذهنت میگذره کیس عاطفی؟ ناامیدی این شخص رو ببینید، غم این آدم رو ببینید. این آدم انگار که حتی ممکنه که این یک ضرر مالی هم داده باشه، یک پولی از دستش رفته باشه به خاطر این موضوع اعصابش خورد باشه، یا دنبال یک کاری بوده که براش درست بشه درست نشده، یک جواب رد ممکنه شنیده باشه. این جواب رد رو ممکنه یا از شما شنیده باشه، یا روی یک مسئله کاری مالی جواب رد شنیده، اما یک غم، یک ناراحتی، یک ناامیدی رو داره برای این شخص نشون میده. به فکر این که بخواد یک پیام بده، یک صحبت داشته باشه، و بیشتر دوست داره که این صحبت حالا از طریق تلفن و پیام باشه، یعنی حضوری نباشه. میترسه، ناامیده، میترسه ردش کنید، یا میترسه حالا دوباره بخواد بینتون دعوایی اتفاق بیفته. اما برای عده خیلی زیادی تو میبینم، به خصوص روی عدد 7، بخواد یک پیامی رو به شما بده، حالا توی فضای مجازی یا تلفن بزنه مستقیما بخواد باهاتون صحبت بکنه، اما انگار الانی که ما داریم این ریدینگ رو انجام میدیم، تو فکر اینه که بخواد یه چیزی برای شما بنویسه یا یک صحبتی با شما داشته باشه. برای یه عدتون ممکنه که طرف مقابلتون توی یک مسئله کاری یا دادگاهی الان یک سری مشکلاتی داشته باشه، درگیر کار دادگاهی یا دولتی باشه، یا اینکه حالا یا شغلش یک شغل اداری دولتیه، یا اینکه الان درگیر یک سری مسائل قانونیه. اگر بین خودتون دو نفر، شما حالا مثلا همسرتون هست، شخصی که روش نیت کردید و صحبت مثلا جدایی و طلاق بینتون شده، یا صحبتش شده، یا حالا دادگاه رفتید، مسیر دادگاهی طی کردید و منتظر نتیجه این موضوع هستید و میخواید افکار این شخص رو بدونید روی حالا موضوع خودتون که مسائل دادگاهی هم بینتون هست، میگه که این شخص به فکر اینه که بخواد، حالا خیلی ناامید از این فاصله‌ای که افتاده به خاطر این حالا کار دادگاهی که بینتون داره اتفاق میفته، اما خیلی به مسائل مالی داره فکر میکنه. حالا مهریه میخواید بگیرید، نمیخواد بده، چون اونجا هم افتاد یه مقدار ممکنه طرفتون خسیس باشه، یعنی خساست هم توی احساسات داشته باشه، هم توی مسائل مالی. یعنی اگر خسیس هم نباشه، یه دروغایی داره تو مسائل کاری مالیش به شما میگه و اینجا هم این موضوع رو داره تکرار میکنه. حواستون باشه.
به فکر یک ایجاد امنیت، خیلی دوست داره که امنیت داشته باشه، امنیت روانی داشته باشه، دوست داره با شما زیر یک سقف باشه این شخص. خیلی یاتون که روی این ریدینگ نیت کردید، شماها تازه شاید آشنا نشدید، یه رابطه مثلا مدت داری با هم داشتید یا با هم زندگی میکردید، دلتنگ خونه بودن، دلتنگ امنیت و آرامش بودن. اگر این شخص کراش شما هست، ممکنه از یک رابطه سنگینی بیرون اومده یا داره بیرون میاد و خیلی دوست داره که سریع به یک ثبات فکری برسه، به یک ثبات ذهنی برسه و بخواد احساس امنیت بکنه. یک آقایی که مسن هست، خیلی روی ذهن طرف مقابلتون تاثیر میذاره. حالا ممکنه پدرش باشه، ممکنه همکارش باشه، ممکنه دوستش باشه، اما حالا طرف مقابل شما چه خانوم باشه چه آقا باشه، یک مردی که سنش بالاست، یعنی حتی میتونم بگم بالای 45 سال داره، بیشتر مثلا در مقام پدر، استاد، مشاور، نمیدونم، یه شخصی که میتونه بهش کار یاد بده. خیلی رو ذهن این شخص میتونه تاثیر بذاره، حرفاش تاثیر میذاره، کلامش تاثیر میذاره، کار بهش یاد میده. یا حالا ممکنه که یک سری درگیریای اصلا این آدم با این شخص داره که ذهنش رو درگیر کرده. به فکر اینه که یک سری تغییراتی رو انجام بده. حالا این تغییرات روی رابطتونه، روی ارتباط بین خودتون دوتاست، مشکلاتی بینتون به وجود اومده که بخواد این تغییراتی ایجاد بکنه. حالا بیاد عذرخواهی بکنه، اگر اشتباهی کرده بخواد رفع و رجوعش بکنه، بخواد از دلتون در بیاره، اوضاع رو از این چیزی که هست بخواد تغییر بده. برای یه عدتون به فکر اینه که جابجا بشه. ببینید، اگر متأهل هستید، این شخص چمدونش رو میبینید بسته و انگار که داره میره، به فکر یک رفتن، به فکر یک فاصله گرفتنه. اگر که تو رابطه کات شده هستید، احتمال اینکه این شخص بخواد بازگشت داشته باشه بعد از حالا ترک کردن رابطه، رفتنش، بخواد بیاد یک سری چیزا رو تغییر بده، به فکر اینکه تغییراتی رو توی این رابطه ایجاد بکنه هست. و اگر حتی این شخص کراش شما هم هست، همینو داره میگه به فکر اینه که بخواد شرایطش رو تغییر بده. کلا ممکنه که طرفتون به فکر یک جابجایی مکانی هم باشه. حالا یه عدتون ممکنه اصلا در جریان این موضوع هم باشید خودتون. و اگر میخواد جابجایی مکانی داشته باشه، چون اینجا هم خونه رو به ما داد، احتمال اینکه این شخص، این آقایی که سنش بالاتره، بخواد روی مسائل جابجایی این آدم دخالت بکنه یا پیشنهادش رو این آقای سن بالا بهش داده باشه خیلی زیاده. یا داره حمایتش میکنه یا داره بهش یاد میده اگر بخواد جابجایی مکانی داشته باشه. ببینید، خیلی ترس از این داره که شما رو ازش بگیرن، شاید ترس از این داره که شما بهش خیانت کنید، یکی رو بیارید جاش، یکی بیاد شما رو ازش بدزده ببره. به خصوص اگر طرف مقابلتون یک شخص قد بلنده، حالا خانم یا آقای قد بلندیه، یا اگر آقا هست خیلی میتونه چارشونه باشه و پاهای کشیده‌ای داشته باشه، بالاتنه هیکلی یا ورزشکاری داشته باشه. کوچولو موچولو نمیبینمش خیلی. به خصوص اگر این خصوصیات رو داره، خیلی ترس از این داره که بخوای شما بهش خیانت کنی یا بخواد یکی مثلا شما رو ازش بدزده، دور کنه، ببره. خب دیگه تو ذهنت چه خبره؟ ببینید، به فکر اینه که خیلی ناگهانی بیاد به سمت شما، یعنی آدمیه که به فکر اینه که شاید شما رو سورپرایز کنه. نمیخواد شما متوجه بشید که الان شاید ذهنش درگیر شماست، یا حالا حتی ممکنه توی رابطه باشید و بخواد یه حرکت یه دفعه‌ای بزنه، یه کاری که شاید شما اصلا انتظارش رو نداشتید. ممکنه به فکر یک کادو خریدن باشه، بخواد به شما پولی رو بده، بخواد به شما هدیه‌ای رو بده. اگر حالا تو راه مسیر جدایی یا طلاق هستید، چون اینجا افتاده بود که از نظر مالی میخواد یکم زرنگ بازی در بیاره، احتمال اینکه یک دفعه بخواد حالا این پول رو به شما بده خیلی زیاده. اگر کراشتونه، به فکر اینکه بخواد یک دفعه به شما پیشنهاد بده هست، یا یک چیز یک دفعه، یک بازگشت یک دفعه، یک هدیه یک دفعه، یک خبر ناگهانی رو داره نشون میده توی ذهنش، داره راجبش فکر میکنه. ازدواج، واو. ببینید، یا طرف مقابل شما داره به ازدواج با شما فکر میکنه، خیلی ذهنش درگیره، یا مثلا تو رابطه بودید، شما بهش گفتید که آقا من مثلا اگر تو قصدت با من ازدواج نیست، من دیگه این رابطه رو ادامه نمیدم. انگار یه تایمی رو حالا از شما فاصله گرفته، رفته نشسته فکر کرده، تو خودش فرو رفته و خیلی ناگهانی و یک دفعه بخواد بیاد به شما پیشنهاد ازدواج بده. تو ذهنش این موضوع باشه خیلی زیاده. یا ممکنه طرفتون متأهل باشه، به فکر اینه که حالا این زندگی خودش با مثلا همسرش رو چی کار بکنه، یکم ذهنیتش مشغول این مسئله است.
اگر کراشتونه شخصیه که خیلی دنبال ازدواج کردن، ممکنه دوست داره خانواده تشکیل بده یا تو ذهنش خیلی به مسائل ازدواجی داره فکر میکنه، اما همونطور که میبینید داره یک ازدواج رو نشون میده که یا حالا اصلا ممکنه گفتم همسرتون باشه طرف و خیلی به زندگیش با شما اهمیت میده و خیلی به فکر اینه که بخواد یک دفعه تغییراتی رو توی زندگیتون توی ازدواجتون ایجاد بکنه. آدمیه که خیلی دوست داره سفر بره یا شاید شغلش جوریه که مثلا باید دائم سفر بره، یک سفر رفتن یا حتی ممکنه که بخواد با شما یک سفری داشته باشه، به فکر یک راه سفر، یا اگر فاصله مکانی از شما داره ممکنه بخواد به سمت شما بیاد شما رو ببینه، یا اینکه اگر ازدواج کردید بخواد جابجا بشه، یعنی بخواید از جایی که زندگی میکنید فاصله بگیرید. تو ذهنش اینجور مسائل، تو ذهنش همش داره به تغییرات فکر میکنه، یعنی آدمیه که خیلی دوست داره همه چیز تغییر کنه، یعنی از این شرایطی که توش هست اصلا رضایت نداره، به فکر تغییرات بزرگ کلا. و اینقدر همیشه داره ناله میکنه از نظر مالی. حالا چیزی که من میبینم که انرژی منفی اصلا وارد زندگی خودش میکنه که اگه پولم داره این پول از دست میده. خیلی آدم ناله کنی، آدمی که همش در حال غر زدنه. احساس تنهایی هم میکنه، یعنی ببخشید حتی اگه خیلی دورش شلوغ باشه، افراد زیادی دور و برش باشن، باز این آدم انگار که احساس تنهایی رو داره. ممکنه که حالا اصلا کلا تک فرزند باشه، یا ممکنه توی خانواده خیلی محبت ندیده، یکم کم بوده محبت ممکنه داشته باشه، انگار همش دستش درازه، حالا چه از نظر مالی دائم دستش دراز باشه، چه از نظر احساسی. خب بگو ببینیم حالا چی کار میخوای بکنی با این افکار و ذهنیت هایی که داری. برنامه چیه؟ ببینید این آدم به یک سری موانعی که بین خودش و شما هست داره فکر میکنه. شاید یک سری مشکلاتی رو بین خودتون میبینه که فکر میکنه قرار نیست هیچ وقت این مشکلات حل بشه و این مشکلات یه مقدار باعث ناامیدی شده. شاید خودش این مشکلات رو به وجود آورده چون اول فالم افتاده بود، شاید خودش حالا رسوایی داشته، کاری کرده، یک دروغی گفته چون روباهو به ما داد که به خاطر این دروغ و یا رفتارهای غیر صادقانه‌ای که داشته یک سری مانع‌هایی توی این رابطه به وجود آورده و الان هم همش بازم حتی دوباره الان هم میخواد برگرده، میخواد متوسل بشه به دروغ گفتن. خیلی جالبه. و دروغای مثلا مصلحت آمیزم میگه، یعنی برای اینکه شما رو از دست نده یا اوضاع رو بخواد آروم بکنه ممکنه که مثلا یک سری دروغهایی هم بگه. منتظر این باشید که اگر خواست بیاد سمتتون بخواد حالا یک سری دروغای دوباره تحویلتون بده، بخواد حالا خودش رو توجیه بکنه، یک سری دروغهایی برای این شخص افتاده گفتنش. و یا اینکه ممکنه فکر میکنه که شما بهش دروغ میگید. حالا نسبت به رابطتون خودتون ببینید کدومه. به فکر یک خبر دادن، احتمال اینکه بخواد تو آینده نزدیک، تو زمان نزدیک یک تماسی ازش داشته باشید، یک اطلاعاتی ازش بهتون برسه. به فکر یک خبر دادن، یک پیام دادن، یک صحبت کردن با شماست. ممکنه که دنبال یک موضوع تجاری باشه، یک موضوع مالی باشه و بخواد یک امضایی رو انجام بده، یک مقدار ذهنش درگیر این مسئله هم هست. کجا برا خوده؟ ببینید خیلی رفتاراش کودکانه است، چون اینجا بچه رو به ما داد. ممکنه که خیلی حالا یا سنش از شما پایین تره، یا همون اول ریدینگ هم افتاد بچه داره ذهنش درگیر بچهشه، یا اینکه کلا اصلا رفتارهای بچگانش ممکنه شما رو آسی کرده باشه، کلافه کرده باشه، یا برعکس شما رفتارهای کودکانه ای دارید که این آدم خیلی آسی از این مسئله، اما به فکر یک شروع مجدد، یک تولد دوباره، یک پیشنهاد دادن. اگر حتی اشتباهی کرده، دروغی گفته و شما متوجه شدید، قشنگ دنبال اینه که بخواد بیاد بگه من بیگناهم، من نمیدونم، تقصیر من نبوده، من نبودم، من نکردم، نمیدونم از این صحبت ها. بخواد بیاد حالا یک سری بخواد خودش رو توجیه کنه، اینجوری بهتون بگم. اما به فکر اینه که بخواد یک چیزی رو احیا کنه. اگر رابطتون مرده، اگر رابطتون خراب شده، بخواد یک تولد دوباره بده، یک شروع مجدد بده. حالا اگر متأهل هستید توی زندگیتون، حتی ممکنه به فکر این باشه که بخواد بچه دار بشه با شما. میگه خیلی اختلاف نظرهای ممکنه که شما با هم داشتید، اختلاف عقیده داشتید، مشاجره ممکنه زیاد بینتون پیش می اومده، ناهماهنگی زیاد تو زندگیتون بوده. شاید اختلاف طبقاتی داشتید، اختلاف سنی داشتید، فرهنگای متفاوت داشتید از هم، که خب طبیعیه دیگه، همه ماها
ممکنه توی روابطی بریم که حالا همه چیزش خیلی میزون نباشه. میگه یه مقدار انرژی های منفی توی محیط رابطتون انگار وجود داشته و یا حتی افرادی بودن که خواستن این رابطه رو خراب کنن، موش بدونن یا دو به همزنی بکنن یا حتی انرژی منفی بفرستن توی رابطتون و این شخص احتمالاً متوجه این مسئله شده و بخواد که حالا این افراد رو دور بکنه، این انرژی منفی ها رو دور بکنه یا یه مقدار بخواد خودش رو آروم کنه که اینقدر با شما بحث نداشته باشه، اون اختلاف عقیده ها رو بخواد رفع و رجوع کنه رو دارم براتون میبینم. و این کارت هم که خودش 2 ساعته اومده اینجا وایساده میخواد بیاد بیرون، داره میگه که میخواد انتخاب کنه، میخواد تصمیم گیری کنه و میخواد اقدام کنه. یک انتخاب، یک تصمیم گیری و یک اقدام رو منتظرش از طرف کیس احساسیتون باشید. انگار نیاز به راهنمایی هم داره چون خودش یه مقدار گیج میزنه. از یه طرف هم انگار دور و برش آدمایی هستن که خیلی پرش میکنن، خیلی حالا اونجا هم البته افتاده بود اگه یادتون باشه یک آقای مسنی رو نشون داد که خیلی ممکنه تاثیر بذاره رو ذهن این آدم. ولی با وجود همه اینا میگه خیلی سخته براش تصمیم گرفتن چون تا میاد تصمیم بگیره یکی پیدا میشه بیاد رأیشو بزنه یا یکی پیدا میشه بیاد یه حرفی رو بزنه بخواد ذهنیت اینو دوباره خراب کنه. اما فکر اینه که بخواد یک زنگ تماس و یک پیامی با شما داشته باشه و بخواد دیگه واقعا یک هدفی رو مشخص کنه، یک تصمیمی رو بگیره و بخواد تو اون مسیر اقدامی داشته باشه. آخه میگه برقراری صلح، اگر بینتون دعوا بوده بخواد آشتی کنه، شروع کنه، حتی ممکنه بیاد بگه بیا حد وسط رو بگیریم. یعنی شما یه نظری دارید، ایشون یه نظری، جفت نظراتون با هم اختلاف داره و بخواد بیاد پیشنهاد اینو بده که آقا باشه مثلا این و این و این اون چیزی که تو میگی، این قسمت و این قسمت هم اون چیزی که من میگم. یک چیزی رو حد وسط گرفتنش رو داره تو ذهنش نشون میده، به فکر اینه که بخواد یک مساواتی رو رعایت بکنه. یا اگر شما الان از ایشون حالا فاصله گرفتید که کار دادگاهی دارید و حالا دارید جدا میشید، ایشون همسرتون هستن، انگار که بخواد حالا روی مسائل مالی بهتون بگه حالا بیا نصفشو مثلا پولشو من بهت بدم، یه همچین حالتی. اما عشق زیاد این آدم رو به شما بیشتر داره نشون میده، دوست داشتنش رو داره نشون میده و میدونه که علاقه شما هم نسبت به خودش واقعیه. یعنی هر چقدر بخواد راجبتون منفی فکر کنه یا افراد دیگه بخوان باعث بشن که این آدم ذهنیتش نسبت به شما منفی باشه، انگار شما بهش ثابت کردید دوست داشتنتون رو. به خاطر همین میدونه که شما قلبا دوستش دارید، علاقه بهش دارید. و دوباره خونه رو به ما داد، چند بار خونه رو به ما داد. خیلی دوست داره زیر یک سقف باشه، دوست داره به آرامش برسه. حالا یا اینکه میخواد جابجا بشه یا اینکه میخواد با شما ازدواج کنه زیر یک سقف بره، یا اینکه از نظر ذهنی ناآرومه، میخواد به یک امنیت و ثبات برسه. ولی آدم خانواده دوستی میبینمش، آدمیه که خانواده رو دوست داره، میل به یک کانون گرم خانواده داشتن رو دارم براش میبینم. و خیلی بد تصمیم میگیره و انگار یه دفعه ناامید میشه، یه دفعه احساس میکنه به بنبست خورده میشینه، بیخیال میشه. اما این سری انگار که میخواد دیگه از این حالتاش بیاد بیرون و یه تصمیم جدی بگیره و یک اقدام جدی بخواد بکنه حالا روی رابطه. انگار که ذهنش رو خیلی درگیر کرده. ولی بیشترتون انرژی که دریافت کردم شما با هم خیلی شاید دعوا میکنید یا اختلاف نظر دارید. و با آخرین کارت اوراکلمون هم ببینیم چی میگه. ببینیم حرف دلت چیه، چی تو سرت میگذره رو که بهمون گفتی. حرف دلت چیه به طرف مقابل، به شما یعنی. میگه من هر جا میرم دارم دنبال تو میگردم، تو خیابون دارم راه میرم انگار چشام داره میچرخه میخوام تو رو پیدا کنم، تو فضای مجازی انگار دائم این شخص داره شما رو دنبال میکنه. حتی ممکنه با آیدیای فکر بخواد بیاد سرک بکشه ببینه شما دارید چی کار میکنید. یک فضولی کردن، کنجکاوی کردنش راجع به شما رو داره نشون میده. خیلی میخواد ببینه تو زندگیتون چه خبره. یک مقدار احساس دلتنگی حتی میکنه که میگه من هر جایی میرم تو رو میبینم. اگر شما کراشید، مثلا کراشی هستید که با هم دوست معمولی حالا به قول معروف هستید و اینا، میگه من نمیخوام با تو فقط دوست باشم، من بیشتر از اینا میخوام واقعا با تو باشم. این برای اون عدتونه که رو هم دیگه حالا کراش دارید یا هنوز با طرف وارد رابطه نشدید. میگه کاش با تو بهتر رفتار کرده بودم و واقعا هم باید این حرفو میزد. خوب شد این کارت اومد، به خاطر اینکه توی کل ریدینگ من دیدم آدم عصبی، ممکنه خیلی گفتم داد بکشه یا اختلاف نظر باهاتون داشته باشه یا با حرفاش گاهی شما رو رنجونده.
میگه من میگم کاش که مثلا من رفتارم با تو بهتر بود، کاش حالا اون حرفا رو به تو نزده بودم، کاش بعضی رفتارا رو با تو انجام نمیدادم، کاش اصلا حالا اگر به شما خیانت کرده یا رفتاری داشته که پنهانکاری داشته که شما متوجه شدید ازش پشیمونه، یک حالت پشیمونیش رو داره نشون میده و میگه کاش این کارو نکرده بودم، کاش این حرفو نزده بودم. میگه من و تو انگار خیلی بچه بازی در آوردیم جفتمون. یعنی شما اگر الان یک آدم 50 یا 60 ساله هم باشید، باز طرف میگه من و تو خیلی بچه بازی توی این رابطه در آوردیم، خیلی کارها رو از رو نادانی انجام دادیم، خیلی حرفا رو از رو نادونی به هم دیگه زدیم و خیلی جوون بودیم انگار، یا خیلی بچه، یا اینکه طرفتون واقعا ممکنه کم سن و سال باشه و به این موضوع داره فکر میکنه. مثلا شما بهش گفتی بیا ازدواج کنیم، خیلی نگران کم سن و سال بودن شما یا خودشه. حالا برای یه عدتون هم ممکنه اینجوری باشه. ببینید گفتم آدم درونگراییه و میگه من خیلی برام سخت بود که بخوام اجازه بدم که تو همه چیز منو بدونی، بیش از حد بخوای به من نزدیک بشی. انگار همیشه یک مرزی با شما داشته، همیشه یک گاردی داشته، نمیذاشته از یک فاصله انگار بهش بیشتر نزدیک بشید، بیشتر بخواید بدونید. حالا شاید مسائل خانوادگیشو دوست نداشته خیلی بدونید، مسائل کاریشو دوست نداشته بدونید، حتی احساسات خودش نسبت به شما رو گاهی دوست نداشته بدونید. ولی میگه من اون موقع نمیتونستم اجازه بدم که تو خیلی بیشتر از این بخوای به من نزدیک بشی. کلا اصلا آدمیه که سختشه که یکی بخواد یا بهش بچسبه، شاید شما خیلی بهش گیر میدادید، بهش میچسبیدید، این موضوع اینو ناراحت میکرده، یا اینکه کلا هم شخصیت پنهانکاری رو نشون داد دیگه. این هست که بپذیرید این موضوع رو. میگه الان زمان این رسیده که من بخوام یه مقدار خودم رو شفا بدم، ذهنیتم رو شفا بدم، زخمایی که خوردم رو شفا بدم. حتی تو گذشتهش گفتم ممکنه یه آدم تو گذشته خیلی مونده، حالا اگر کراشتونه، اگر تو رابطه هستید، یک گذشته غمگینی ممکنه این آدم داشته که میگه دیگه زمانش رسیده که من بخوام دل بکنم حالا از اون گذشته قبل از تویی که داشتم و بخوام یک شفایی رو خودم رو شفا بدم، روحیم رو شفا بدم، یا این رابطه رو خواسته باشه شفا بده، به فکر یک شفا دادنه. میگه تو وقتی با من حرف میزنی من لذت میبرم، منتظر شاید از شما یک خبری بشه یا شما به سمتش برید یا حالا یک چیزی از شما بشنوه. و یه چیز دیگه هم این که حالا طرفتون مثلا یک موزیکی رو پلی میکنه، گوش میکنه و میگه من وقتی که موزیک پلی میکنم، موزیک گوش میکنم، خیلی ذهنم درگیر تو میشه. حالا یا با هم دیگه یه موزیک خاصی رو شاید گوش میدادید که الان به یاد شما خیلی اون موزیک رو گوش میده، یا مثلا یه موزیکی رو پلی میکنه و روش مثلا ممکنه نیت میکنه، یه همچین حالتی رو داره نشون میده، انگار که وقتی از شما دوره یا فاصله داره با موزیک با شما داره ارتباط برقرار میکنه. جالب بودین. میگه من خیلی به تو جذب میشم، تو خیلی برای من جذابی و خیلی دل کندن از تو برای من سخته، خیلی دوست دارم بهت نزدیک بشم، خیلی هم عالی. خب پس طرف احساسی شما به فکر نزدیک شدنه، به فکر این هستش که بخواد یک سری تغییراتی رو توی رابطه انجام بده، پنهانکاری هم که یه مقدار داره اما پشیمونه ازش. و خب دیگه این تمام چیزی بود که من برای شما داشتم. امیدوارم بهترین های خداوند براتون اتفاق بیفته. مرسی از این که منو همراهی میکنید. بدرود.